سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، همراهان و علاقمندان به یادگیری زبان اسپانیایی. من امیرحسین رستمی هستم، مدرس و طراح دوره اسپانیول فصیل. هدف هدف از طراحی این دوره آشنایی شما عزیزان با نکات کاربردی زبان اسپانیایی برای هرچه راحت تر صحبت کردن این زبان هست و در اپیزودهای مختلفی طراحی خواهد شد و در اختیار شما قرار خواهد گرفت. اولین قسمت این برنامه رو تصمیم گرفتم درباره یک زمانی صحبت کنم که یه جورایی بین زبان فارسی و زبان اسپانیایی مشترک هست و هدف از طراحی این دوره آشنایی فارسی زبانان با زبان اسپانیایی و حالا سعی میکنیم در اپیزودهای مختلف از ساختارها و از زمانهایی بیشتر صحبت کنیم که یه جورایی مشترک بین این دو زبان. اولین چیزی که میخوام و تصمیم گرفتم در این دوره مطرح کنم یک ساختار بسیار ساده و بسیار کاربردی در زمان صحبت کردن هست که کارکرد اصلی اون کارهای در حال انجامه. حالا میخوایم درباره کارهایی که در زمان حال در حال انجام هست صحبت کنیم. ما مشابه این زمان رو در زبان فارسی داریم. من نیازی نمیبینم اسم این رو مطرح کنم به خاطر اینکه بیشتر با کارکردش میخوام آشنا بشیم. ما از این زمان از این ساختار استفاده میکنیم برای صحبت درباره کارهایی که در حال انجام هستند. ما داریم اون کارها رو یه جورایی پروسه میکنیم، به شکل فرایندی در حال انجام هستند. مثالی رو براتون آوردم. به عنوان مثال من دارم درس میخونم. این مثال اسپانیایی و معادل اسپانیایی اون میشه estoy estudiando. همونجوری که من اینجا براتون رنگیش کردم، معادل های هر کدوم از این قسمت ها مشخص شده و همونجوری که مشخص شده از دو قسمت تشکیل میشه. در زبان فارسی از فعل داشتن به عنوان یک فعل کمکی استفاده میکنیم، از زمان حال اون استفاده میکنیم و فعل اصلی رو هم به شکل زمان حال ساده صرف میکنیم. در زبان اسپانیایی هم همین شکله. ما یک فعل کمکی داریم به اسم استار، همونجوری که باهاش آشنا هستین از قبل، و از اسم مصدر فعل اصلی استفاده میکنیم که اسم مصدر رو در زبان اسپانیایی بهش میگن خروندیو. مثالی رو براتون آوردم. البته قبل از آوردن مثال ها صرف فعل داشتن و فعل استار رو با هم مقایسه کردم در این جدول و برای شما آوردم که بیشتر با این ساختار آشنا بشید. من دارم، تو داری، او دارد، ما داریم، شما دارید، آنها دارند. معادل هاش رو هم در روبرو از سمت چپ نوشتم. اول شخص yo estoy, tú estás, él, ella, usted está. همونجور که میدونین در زبان اسپانیایی معادل او به سه بخش تقسیم میشه. یکی ال، او یعنی یک مرد، ایا یک زن، یک خانوم، و اوستد به عنوان توی محترمانه است و سوم شخص براش استفاده میشه. nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están. این از صرف فعل استار که ما بهش نیاز داریم برای ساخت این زمانی که خدمتون عرض کردم. بعد از اینکه ما با صرف فعل های اینا آشنا شدیم، میریم سراغ طریقه ساختن خروندیو. همونجور که میدونیم در زبان اسپانیایی ما 3 دسته فعل داریم بر اساس انتهای اونا که به چه چیزی ختم میشن. 3 دسته فعل داریم. فعل های AR، ER و ER. مثال trabajar، comer، vivir. برای ساختن خروندیو فعل های با قاعده به این حالته که این AR، ER، ER گرفته میشه از فعل، از مصدر،
ریشه فعل باقی میمونه، به فعل های آر آندو، ار و ار ایندو اضافه میشه. همونجوری که میبینین ار و ار شبیه هم هستن. مثال های رو اینجا خدمتون آوردم. estoy trabajando یعنی دارم کار میکنم. estoy comiendo دارم غذا میخورم. estoy viviendo دارم زندگی میکنم. مثلا estoy viviendo en Tehran در تهران دارم زندگی میکنم. estoy comiendo قرمه سبزی دارم قرمه سبزی میخورم. estoy trabajando دارم کار میکنم. حالا هر کاری میتونه باشه، مشغول هر کاری بودن میتونه مد نظر ما باشه. 3 مورد فعل رو از هر دسته از افعال خدمتتون آوردم. از شما میخوام که اینا رو صرف کنید. نگران نباشین، همه این افعال با قاعده هستن.